اطلاع به آبله‌های میمون توی کشور چطور؟ آیا موردی مشاهده شده یا موادی ورودی؟ آبله میمونی در حال حاضر مشکل کشور ما نیست. درسته. وضعیت اضطراری هم که اعلام شده برای اینکه همه کشورها حضور ذهن داشته باشن. این بیماری در حال حاضر مشکل که قاره آفریقاست، اونجا شیوع پیدا کرده، کشورهای همسایش افزایش موارد پیدا کرده. راه انتقال اولیش تماس جنسی هست و به دنبال اون تماس با افراد مبتلا و حالت سوم هم تماس با سطوح آلوده. حتی در قاره اروپا هم که تاکنون حدود 30,000 مورد حداقل مواردشو در چند سال گذشته داشتن، میزان خطر رو بسیار کم ارزیابی کردن. با این حساب اگر قرار باشه هر جای دنیا که یک افزایش موارد بیماری عفونی هست ما فکر کنیم همون لحظه رسید، نه، اون خیلی منطقی نیست. با این حساب در همچین مواردی ما به مبادی ورودی و مرزها و کارشناسانمون اون مرزهای به خصوص هوایی که مستقر هستن و مخصوصا پروازهایی که از مناطق آلوده میان اعلام آماده باش میدیم که از نظر سندرومیک مراقبت بکنن. یعنی این که ملاحظه بکنن اگر کسی با علائم میاد یعنی پایش میشن، لازم پایش میشن. من پزشکان یک اطلاعیه معمولا صادر میکنیم که اگر با اون علائم مسافری بود که از خارج به اومده و علائمی داشته بهشون مراجعه کرده، گوشه ذهنشون باشه، به خصوص از افریقا در حال حاضر. حالا مراحل بعدی امریکا. اون مشکلی که ما الان داریم و باید حواسمون باشه و باید به دقت بکنیم، مسئله ماهای پایانی تابستان است که باید بسیار مراقب التور باشیم که از چند ماه قبل آمادگی‌های لازم اتخاذ شده و مسئله بعدی ما هم تب دنگی هست که انتقال محلیشو داریم و با خنک‌تر شدن هوا که شاهدش هستیم ما انتظار داریم در جنوب کشور به خصوص فعالیت این پشه افزایش پیدا بکنه. اینه که در مورد تب